مثال میزنم. فردی اعتقاد و باور به یگانگی الله نداره، اعتقاد و باور به یگانگی، مثلا یک فردی که، حالا هر کسی که تو ذهنتون بیاد، هر دینی، هر آیینی که همراه با خداوند متعال شریکی رو قرار بده و بعد بیاد و میلیون ها برای الله انفاق بکنه، اصلا برای الله بیاد مسجد بسازه، در فرض مثال، اصلا این عمل ازش عبادت محسوب نمیشه که بخواد ازش قبول بشه یا رد بشه. مثال دیگه به نحو دیگه، اون مثال اولی بود که اصلا از اساس عبادت، از اساس ایمان به وحدانیت الله نداشت، همراه با خدا ایمان داشت که باور داشت که شریکی برای الله وجود داره. حالا شق دیگر، مثال دیگری که نه، اساسا بر این اعتقاد هست که و بر این باور هست که الله سبحانه و تعالی یکیست، الله واحد هست، اما در عبادتش، در عملش فرد دیگری رو دخیل میکنه، در عبادتش اون خلوص حقیقی رو نداره، اون خلوص حقیقی رو در عبادتش نداره. اینجاست که عبادتش مورد قبول واقع میشه. مثال میزنم، یک فردی ایمان به وحدانیت الله داره، اما مثلا نمازش رو میخونه، روزش رو میگیره، انفاق در راه الله میکنه، اما میاد و برای صاحب یک قبری نذر میکنه یا قربانی میده. اساسا این عملش عبادت نیستش که بخواهد قبول یا مورد قبول واقع بشه، اصلا صحیح نیست و در جلوتر بیان میشه که تمام اعمالش نیست و نابود میشه ولا با هم یک عمل. پس چی شد؟ فعلم ان العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحید. پس عبادت نامیده نمیشود عبادت مگر با توحید. یک مثال خیلی آسون اینجا مؤلف رحمه الله میذاره که ما خوب متوجه بشیم. کما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطهارة. ببینید ترجمه میکنم، نماز اصلا بهش نماز گفته نمیشه اگر که همراه با طهارت نباشه. حالا منظور از طهارت رو میگیریم وضو. مثلا نگاه بکنید، یک فردی بدون وضو شروع بکنه 2 روز، مثال دارم بزنم، 2 روز نماز بخونه یا وضو نگیره و نماز عصر بخونه. آیا نماز عصرش نه، بدون وضو یک این رکوعش، این سجودش همراه نباشه، اساساً بیان بشه. شرطی هست برای اینکه یک سجود به شرط هست نباشه، باشه نمیشه. لا تسمى کما ان الصلاة لا تسمى، اگر نباشه اصلا اون عبادت همون گونه که اگر ادامه. پس چی شد اینجا؟ یک میدونه که باید برای نماز وضو بگیره، وضوش هم درست میگیره، اما یکی از اعمالی که سبب میشه که وضو و بلکه ضامن سعادت ماست که در ادامه بیان میکنم، در ادامه خود مؤلف هم در این کتاب اشاره به این مطلب داره. آیا این حرف منطقی یا منطقی نیست؟ مثال میزنم، مثالی که خود مؤلف در کتاب دیگری میاره. اگر یک فردی رو لحاظ بکنید که
از بعد از نماز عشا تا نزدیک فجر دائم در قیام و نماز بوده. دائم 3 ساعت در نماز بوده، 2 ساعت در نماز بوده. در اواخر نمازش فقط یک قطره ادرار، یک قطره بول ازش خارج بشه، همه اون 2-3 ساعت از بین میره. دیگه به اون 2-3 ساعت نماز گفته نمیشه، چون طهارتش از بین رفته. حالا چه برسه به توحید، اینو حالا دارم تو پرانتز میگم، چه برسه به بحث به توحید وقتی که با یک قطره بول یک عبادت از بین میره، چه برسه به توحید که مقام شرفش بالاتره. پس فاذا دخل الشرك فی العباده فسدت، اگر که شرک در عبادت وارد بشه فاسدش میکنه، بلکه از اون بالاتر همه اعمال رو نیست نابود میکنه که پایین‌تر بهش اشاره میکنه. مثال میزنه کل حدث اذا دخل فی الطهاره، زمانی که حدثی وارد بشه، از اول وضوش درست بوده، بعد یک قطره بول ازش خارج بشه، وضو باطل شده، نمازم باشه باطل هست و قابل قبول نیست. پس اگر یک فردی 40 سال عبادت خالص برای الله داشت، انواع کارهای خیر رو انجام داد، فقط یک نذر برای غیر الله کرد، یک قربانی برای غیر الله کرد، یک استغاثه از غیر الله کرد، توسل غیر شرعی و ناجایز رو انجام داد، همش از بین میره، همش نیست و نابود میشه. و پناه بریم به خدا از شرک، پناه بریم به خدا از شرک برای خودمون، خانواده‌مون و نسلمون. دلیل شما چیه؟ اگه یک نفری بگه که دلیلی حالا این حرفی که شما زدید از کجا هست، از کجا این حرف رو میزنید؟ دلیل میاره از قرآن کریم که آیات متعددی هست که اینجا فقط یک آیه رو مؤلف رحمت الله علیه بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. پس چی شد؟ اگر که یک فرد مشرکی بیاد و مسجدی بنا بکنه، دیگه از مسجد ظاهر و صلاح‌تر دیگه یعنی چی؟ یعنی حالا ممکنه یک فرد یک مدرسه یا بنا بکنه، حالا توی مدرسه ممکنه کار خیر بشه، تعلیم دین بشه، از اون طرف ممکنه کار غیر صالح. تو مسجد دیگه 99% یعنی قطع به یقین دیگه برای عبادت الله هست. یک فردی که بیاد مسجدی رو بسازه یا یک مسجدی رو آباد بکنه، اصلاحش بکنه، اما این ظاهر عملشه، اما در قلبش شرک وجود داشته باشه، چه نتیجه‌ای داره؟ حبطت اعمالهم، همه اعمالش باطله. چه برسه به همین یک عملی که حالا مسجد ساخته، همه اعمالش باطله. و دیگری و فی النار هم خالدون، تا ابد هم در جهنم ماندگار میشه، خارج نمیشه. تا ابد هم در جهنم ماندگار میشه و خارج نمیشه. پس 3 لا قدر الله برای کسی که عبادتش مخلوط بشه، آغشته بشه به شرک، یک، اون عبادتش اصلا عبادت نیست که مورد قبول واقع بشه. دوم، همه اعمالش نیست و نابود میشه. و سوم، مخلد در آتش هست که پناه میبریم به خدا. از این جهت مؤلف رحمت الله این کتاب رو و اصول ثلاثه رو و کتاب توحید رو که این کتاب و بر کشف شبهات رو، این سلسله کتب رو تألیف کرده که به یک نحوی با مصادری که در قرآن و سنت هست ما رو متنبه بشیم که چگونه اولا از خطر شرک آگاه بشیم، توحید چیست و خودمون رو، خانواده‌مون رو ملزم بکنیم که در این طریق قرار بدیم. پس عملی بهش عبادت گفته می شود که درش چی باشه؟ درش توحید باشه.
درش توحید باشه. حالا یک مطلب دیگه اینجا در متن نیست، من بهش اشاره میکنم. اساساً برای مقبولی یک عمل 2 شرط لازمه. شرط اولش اینجا بیان شد که توحید. شرط دوم تبعیت. اولی خیلی خطرناکه. اولی چی بود؟ توحید، که اصلا بهش دیگه عبادت گفته نمیشه، بلکه اساساً فرد رو همه اعمال گذشته‌اش هم نیست و نابود میکنه، مخلد در آتشش میکنه. پناه ببریم به خدا. و اون چیه؟ توحید، که فراز اول کلمه طیبه هست، که کلمه طیبه چیست؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دومی تبعیت هست. در شهادتین میگوییم اشهد ان لا اله الا الله، کلمه طیبه، و ان محمدا رسول الله. تبعیت کردن از پیامبر، تبعیت کردن از سنت پیامبر. 2 بال. پرنده میتونه با 1 بال پرواز بکنه؟ نه، 2 بال باید. اگه میخواهیم ایمانمون، عملکردمون مورد رضای الله باشه، بلکه به اون هدف آفرینشمون، اون چیزی که خدا ما رو امر کرده که جلسه قبل بیان شد، بهش برسیم، 2 بال نیاز داریم. اول توحید، لا اله الا الله، که اگر خلاف این باشه مخلد در نار هستیم، همه اعمالمون نیست و نابود و حبوط پیدا میکنه. بال دوم تبعیت از سنت هست. تبعیت از سنت و اعراض از بدعت ها. ممکنه یک فردی توحیدش چه در الوهیت چه در ربوبیت درست باشه، اما در رفتارش، در عملکردش مطابق با سنت عمل نکنه، مطابق با سنت، باز هم عملش نقص داره، به اون هدف خلقت، به اون هدف آفرینش نمیرسه و دست پیدا نمیکنه. پس این 2 تا باید ملازم و همراه با یکدیگر باشد. حالا نگاه کنید در ادامه چی میگه. پس از این آیه 3 تا نکته استفاده شد. اول چی؟ ببینم کسی اینجا می‌نویسه. 3 تا نکته از آیه گفتن. کسی می‌نویسه؟ خب الازای هیچ کس نمی‌بینم در تایپینگ، هیچ کی نیست. از این آیه گفتم 3 تا موضوع فهمیده میشه. 3 تا شاهد مثال هست برای کلماتی که اینجا بیان کرد. چون همه این حرفایی که زد، گفت اگه کسی که توحید نداشته باشه از اساس عبادت محسوب نمیشه عملش، یا کسی که توحید داشته باشه اما عبادتش رو غیر خالص انجام بده، باز هم عملش غیر مقبول هست، نیست و نابود میشه. خب من خودم میگم، مثلا یک بار دیگه تکرار میکنم. اول اون عملش که انجام داده مورد قبول نیست. دوم تمام اعمال خیری که قبلا انجام داده از عبادات و خیر و غیره همش نیست و نابود میشه. و سوم مخلد در آتش هست. ببینید شاهد مثال چیه؟ دقت بکنید. این مثال، این آیه رو برای این آورده که این مطلب مشخص بشه. شاهد مثال برای کیه؟ برای مشرکینه. برای مشرکین. نگاه بکنید. ما کان للمشرکین، یعنی کسی که مشرک هست، ظاهر عملش داره مسجد آباد میکنه، ظاهر عملش داره بنای مسجد میکنه. خب در ظاهر عمل دیگه چه عبادتی برتر از مسجد ساختن که فقط برای عبادت الله سبحانه و تعالی است، اما تو قلبش چیه؟ شرکه. ولو این عمل عبادی رو داره انجام میده، خداوند متعال نه اینکه این عملش رو نمیپذیره، بلکه حبطت اعمال، همه اعمال گذشتهش نیست و نابود میشه و مخلد در آتش. این احسن، این 3 تا بود. پس شاهد مثال رو هم انشاءالله که دقت کردید و یاد گرفتید. ببینید 2 صورت رو مؤلف در اینجا بیان کرد. یک فردی اساساً ایمان به توحید نداره، به توحید خالص نداره، که گفت اساساً همچین فردی هر چی کار عبادی هم انجام بده نیست، هر چی کار عبادی هم انجام بده اصلا بهش عبادت گفته نمیشه. صورت دوم
اینجا نمیشه فاذا دخل الشرك فی العباده. یک فردی هستش که نه توحید داره اما در یک عبادتش نمازش رو با اخلاص میکنه، روزش رو با اخلاص میکنه، اما یک عمل انجام میده که این یک عمل خلوص درش نیست. مثلا ذبح میکنه برای غیر الله، ذبح میکنه برای یک ذریحی، نذر میکنه برای امام حسن، امام حسین. همه نه اون عملش قابل، نه اون نذرش رو الله میپذیره، بلکه تمام اعمال خیرش، عباداتش همش نیست و نابود میشه و مخلد در نار هم میشه. این دوتا دو وجه بود که یه قسمتش یه قسمت صورت فعلم ان العباده لا تسمى عبادة الا ما صورت اول بود. صورت دوم فاذا دخل الشرك فی العباده فسدت، صورت دوم بود که اینجا بیان کردم و شاهد مثال هم این مثال رو آورد از این آیه شریفه. فاذا عرفت ان الشرك اذا خالت العباده افسدها و احبط العمل و صار صاحبه من الخالدین فی النار. حالا که فهمیدی با این مطالب که بیان شد، این چند جمله در این دو پاراگراف بالاتر، که اگر کسی در عملش یک شرکی انجام بده، در عملش خالص برای الله، در عمل عبادش برای خدا نباشه، اولا اون عمل فاسد میشه، اون ذبحش فاسد هست، مورد قبول نیست. دوم تمام اعمال خیر قبلیش از بین میره، عبادتهاش، نماز، روزه، همش از بین میره. سوم و مخلد در آتش میشه. حالا که اینها رو یاد گرفتی، حالا که این ستا رو متوجه شدی که چه خطر عظیمی هست اگر که لا قدر الله عملت رو ولو اینکه 100 تا عمل عبادی خالص رو انجام بدی، ولی اینکه 40 50 سال 80 سال عبادت خالص انجام بدی، یک عمل ناخالص برای الله انجام بدی، همه رو از بین میبره و مخلد در آتش میشی. حالا که این فاجعه رو، این بمب اتمی که زندگی یک فرد رو به فنا میرسه رو فهمیدی، درک کردی، ان اهم ما علیک معرفت ذلک. مهمترین چیزی که بر تو واجب هست فهمیدن اینه. مهمترین چیزی که بر تو واجب هست چیه؟ فهمیدن. از این جهت واجب ترین امر بر ما که خودمون رو بدونیم و به فرزندانمون، به خانواده‌مون یاد بدیم. چرا که اگر این اصل و این باور در ما نباشه، همه چیز از بین میره، نیست و نابود میشه زندگی. چقدر مگه ما در این دنیا زندگی؟ ببینید ما 40 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال زندگی میکنیم، بعد میشه برزخمون، عالم قبرمون. ممکنه یک نفر عالم قبرش 1000 سال باشه، یک نفر 2000 سال باشه، یک نفر 100,000 سال باشه. معلوم نیست چقدر عالم برزخ ما، چقدر آدم های قبل از ما مردن و در عالم برزخ. بعدش نشر و حشر و بعدش صراط و بعدش یا به جنت یا به دوزخ. ببینید چقدر راه طولانیه و ما هنوز نمیتونم بگم اول راهی. پس اگر این قدم اول رو اشتباه بذاریم، چقدر قرار آینده خراب بشه، چقدر قرار مستقبل ما به فنا بره. و ما به عنوان پدر و مادر چه چیزی مهمتر از این هستش که این رو بچه‌مون تربیت، بچه‌مون رو آموزش بدیم، بحث توحید، بحث شرک رو. چقدر برای ما مهمتر از این هست که به اون کسی که خیلی بهش علاقه داریم، به پدرمونه، مادرمونه، همسایه‌مونه، دوستمونه، همسرمونه، این اصل توحید و شرک رو آموزش بدیم و مراقبت بکنیم از هم دیگه با امر معروف و نهی از منکر. چرا که ما اول یک راه طولانی هستیم که اگر این قدم رو اشتباه بذاریم، مخلد در آتش و مخلد در دوزخیم که پناه بریم به خدا. فاذا عرفت ان الشرك اذا خالت العباده افسدها و احبط العمل و صار صاحبه من الخالدین فی النار. این سه تا که بیان شد. حالا که اینو یاد گرفتید، ان اهم ما علیک معرفت ذلک، پس این رو باید یاد بگیرید. لذلك برای این لعل الله ان یخلصک من هذه الشبکه و هی الشرک بالله. باشه که خداوند متعال تو را از این دام، شبکه، از این دام نجاتت بده که اون چه چیزی؟ شرک به الله.
شرک به الله رو مثال زد مثل یک دام. یک نفر که پاش بیفته توی یه شرک دیگه رها شدن از اون براش سخته. دستشو میندازه، این دستشو میندازه، گیر میفته. و اشاره هم داشت که الله سبحانه و تعالی ما رو خواهد کنه و ما رو از این شرک نجات بده. لذالک و ذالک به معرفت، صفحه بعد هست، یک لحظه هم بیارم صفحه بعد رو. و ذالک به معرفت اربع قواعد ذکرها الله تعالی، و برای این شناخت 4 قاعده هست، 4 قاعده هست، 4 اصل هستش که همه اونها با مصدری از قرآن کریم در این کتاب بیان میکنه که انشاءالله به فضل الله از هفته آینده قاعده اول رو آغاز میکنیم. پس این کتاب 4 قاعده رو بیان میکنه که در این 4 قاعده راه تشخیص شرک به ما یاد میده، چطور شرک رو تشخیص بدیم. این اول. دوم، این کتاب مشتمل بر مقدماتی بود که امروز به پایان رسید که این مقدمات ضرورت فهمیدن این قاعده ها رو برای ما بیان میکنه، اهمیت فهمیدن این قاعده ها رو به ما آموزش میده و اینکه بدونیم که با یادگیری و تشخیص شرک و توحید میتونیم به سعادت و فلاح انشاءالله برسیم. خب خداوند متعال رو شاکر هستیم که ما این توفیق رو داد که یک بار دیگه بحث توحید رو با یک گفتگو بکنیم. انشاءالله که خداوند متعال ما رو از شرک رهایی ببخشه، نسلمون رو از شرک محفوظ بکنه، خانواده‌مون رو محفوظ بکنه و انشاءالله که بتونیم هرچه بیشتر توحید رو در زندگی خودمون رعایت بکنیم و هرچه بیشتر ایمانمون رو به الله بیافزاییم و هرچه بیشتر روز به روز خودمون رو برای الله خالص‌تر بکنیم و خدا این توفیقات رو به ما بده و از ما سلب نکنه. خب این جلسه هم به پایان رسید. انشاءالله تا هفته آینده من چند لحظه از کلاس خارج میشم و دوباره به کلاس برمیگردم. اگر کسی سوالی داشت من انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب این جلسه هم به پایان رسید. من انشالله در کلاس هستم تا عزیزانی که در کلاس هستن پاسخ سوالاشون رو بدم. انشالله تا جلسه آینده که انشالله ادامه این بحث رو خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.